رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اونهایی که آسان میگیرن من یسر علی معسر، آسان میگیرن بر کسی که در تنگنا افتاده. یعنی اگر از کسی طلبی دارند می آیند او را عفو میکنند، میبینند فقیر از او نمیگیرند یا از او نصفش میگیرند، کمتر میگیرند یا به او مهلت میدهند، یا کسانی از جاهشون، از مقامشون، از رتبهشون استفاده میکنند، شفاعت و پادرمیانی میکنند تا مشکل اون فقیر حل شود. یا کسانی نیز با دعای خیرشون برای اونها پشت سرشون در ظهر الغیب در نیمه شبها دعا میکنند. همه اینها شامل این حدیث میشوند که بر یک به تنگی و به سختی افتاده ای آسان گرفته‌اند با دعای خیر، با یک شفاعت، با یک آسانگیری.